معرفی فیلم پارادایس. سلام علیکم. سلام. حاج آقا این توریستا اومدن میخوان عکس میرن مدرسه. شما بفرمایید همون فردو و نتنز عکساتون بگیرید. اینجا چیزی برای جاسوسی نداره. درد اینه بهشون. از آنجایی که فصل برگریزان نظام است و همینطور آخوند و بسیجی و سپاهی که داره میریزه بله، از آنجایی که مدام دارد میریزد، سینمای حوزوی به فکر تهیه و تولید یک فیلم آنتی ریزش مدارانه افتاد و اسمش را هم گذاشت پارادایس تا یک وقت کسی از دیدن این همه آخوند در یک فیلم در نرود. در سکانس های آغازین فیلم مشتی جوجه طلبه را میبینیم که به نشتی افتاده اند و از وضعیت پتال نظام در جنگ نرم مینالند. برادران چند لحظه ساکت. فضای مجازی ذهن مشترک همه مردم دنیاست، همه آدمای دنیا. دشمن داره چیکار میکنه؟ آقا هر چی که دلش بخواد توی همین فضا به خورد من و شما میده. وقت ماها داریم چیکار میکنیم؟ خدا وکیلی چند نفر از شما توی همین حجرتون شبا انگلی برد بزنید. کلش بازی. اصلا کار ندارم. به قول آقا فراستی درد اینه. به خدا جنگه، به پیر، به پیغمبر جنگه. من نمیدونم باید برای شما چجوری صحبت بکنم که بفهمید این هم جنگه. آقا باید دفاع کرد، باید حمله کرد. از آنجا که هیچ جوجه‌ای نباید تنها ول شود، این جوجه طلبه ها تحت سرپرستی یک خروس عمامه‌دار هستند که با التزام قلبی و قبلی به مقام عظما با فضای مجازی مثل جن و بسم الله است و منبر و حوزه را با هیچ پیجی در فضای مجازی معاوضه نمی کند. درد اینه. طلبه از اقصا نقاط کشور پاشده اومده اینجا 2 تا حدیث یاد بگیره، قرآن یاد بگیره، تفسیر یاد بگیره، قال الباقر قال الصادق علیهم السلام یاد بگیره. شب تا صبح چیکار میکنه؟ وب گردی. این برنامه چیه؟ وایبر و واتساپ و فیسبوک و اون چی اون یکی اسمش تانگو و یکی دیگه هست. چی بود اون یکی اسمش چیه داداشش؟ اینستاگرام و اینا. نشسته اینو یاد بگیره. نماز صبحش قضا میشه. شوربختانه این روزه ها دردی از نشتی طلبه ها دوام نمی کند. مشنگ های خود باخته مخفیانه به دنبال سرک کشیدن در فضای مجازی هستند. در سکانس بعد با یک چهره زیبای ولایی آشنا می شویم که سیاه نمایان او را خرس پشمالو می نامند. تازه اگه خرس بده پس چرا خودشون فیلم پاندا می سازند؟ خرس پشمالوی ما شخصیت اصلی فیلم است و گیر سپیچ داده تا یک جوری دست و بالش را در فضای مجازی بند کند. لپتاپ تو آن قرض میدی؟ لپتاپمو؟ نه. باشه من همیشه اونجا دادم با اینترنت برمیرم. تو نمیگی پیپ پیپ بشین درس رو بخون؟ خب لالو خواهی یه چیزی هم من کامپیوتر یاد بگیرم. امام کجایی که ببینی این طلبه ها حوزه را به چه روزی انداختن. طرف به جای اینکه سر در صحیفه نور و رساله امام فرو کنه دنبال درست کردن اکانت فیسبوکه. انگار نه انگار که امام فرموده بود لکن این گونه نباشد که طلبه ها فیسبوکی شوند. درویش در سکانس بعد کارگردان بیننده را در معرض تشعشعات جاذبه بین المللی نظام قرار می دهد و با یک جامپ کات خفن دفتر و دیوان بیننده را به آتش می کشد. بله، به محض درست کردن اکانت فیسبوک توسط همان خرس پشمالو، یهو یک دانشجوی آلمانی که انگار منتظر وایساده بود پشت در به ریشش آویزان شد و برایش دعوتنامه فرستاد که بره منویات عظما رو بپاشه تو آلمان. آلیشیا ایمیل زده. به تو ایمیل زده؟ گفته یه کنفرانس تو دانشگاهشون به اسم مذهب من. گوش کن. جالبش اینه که گفته دعوتنامه رسمی اصلا میفرسته دانشگاهشون، تازه هزینه 5 روز اقامت هم میده برم آلمان. فقط میمونه پول بلیت. بابا چرا خودم جور کنم. تو کی هستی؟ میگی تو آدم معروفی، چرا باید برات بفرست؟ معروف که نیستم. نه نقاشیام تو فیسبوک دیده خوشش اومده. جدی داری میگی؟ یعنی میخواد برات دعوتنامه بده بری آلمان؟
آره به خاطر همین گفتم بیای دیگه. کو لپتاپ من؟ وایسا لپتاپو چیکار داری؟ وایسا. لپتاپ رو کجا گذاشتی؟ آقا زیر بار لپتاپ بلیط هم نباید میرفتیم، اونا باید پولشو میدادن دیگه. الان ما نه گذرنامه داریم نه پایان خدمت داریم، الان اینم روش دیگه پولشو باید جور بکنیم. آقا ما چیه؟ فقط گفتن یه نفر. فقط من خوری هستی تو. عجب تکخوری هستی تو. بهش ایمیل میزنی که ما 2 نفر. شما با لپتاپ کی این کارو کردی؟ با لپتاپ کی این کارو کردی؟ بس من با هم اجازه بده. آقا لپتاپ اینا. آقا من درستش میکنم، به تو هیچ ربطی نداره. درست در این نقطه است که اولین گره دراماتیک فیلم به دست و پایمان میپیچد. بله، آخوند حوزوی از ترس اینکه دل و دماغ ولایت از سر جوجه هایش بپرد با رفتنشان به آلمان مخالفت میکند. حتی اگر مسائل آنچنانی هم تو خارج نبود، باز رفتن شما تو همچه کنفرانسی صحیح نیست. چه کنفرانسی نه، که نیست. کنفرانس یه نیست جلسه آقا. دانشگاهی خیلی کوچیکه. آقا دوره همی الان اینم داره بزرگش میکنه. درد اینه اگه تو همین دوره همی‌ها یه شبهه‌ای مطرح شد، شما با چه اندوخته‌ای میخواین پاسخ این شبهه رو بدین و رفع اشکال کنید؟ اگر تصور کرده اید که جوجه طلبه های شرشری مخالفت استادشان را به کشک هم حساب می کنند، سخت در اشتباه هستی. مذاکرات 1+2 یعنی چی؟ یعنی اینکه یک شما این 2 مایی ما با هم بریم ستایی بریم، اینجوری دیگه هر مسئله هم پیش بیاد یا سوالی پیش بیاد من و شما نتونیم جواب بدیم، حاج آقا جواب میده دیگه. یه موقع میبینید جواب اون اصلا عقیمه. در سکانس بعد کارگردان فیوز ما را میپراند و در میابیم که یارو استاده خودش از همه هولتر و عشق آلمانتره. از اینجا به بعد کارگردان ما را به همراه 3 آخوند گاگول به آلمان میبرد تا ببینیم اندیشه های ولایت در بلاد کفر چه قوقایی به پا میکنند. آخوندها در بعد ورود به آلمان به خودشون عطر میزنند تا بوی عظما مانع از جذب آلمانیان نشه. ما نماینده جمهوری اسلامی هستیم، عطر بزنیم خوشبوشیم. باریکلا. آسانسور باز. در سکانس های بعدی کارگردان تلاش می کند تا تأثیر گذاری آخوندها بر روی جامعه آلمان را به ما نشان بدهد، اما شرایط منطقه‌ای و وضعیت پسا قاسم و داستان FATF و باقی کوفت و زهرمارها در سرهای عظما زور زدن کارگردان را ناکام می‌گذارد و به جای اینکه آلمان آخوندی شود، آخوندها آلمانی می‌شوند. آخوند اینترنت گریز حالا به وایبر و واتساپ دخیل می‌بندد. این چیه؟ فکر نباشه. دست نزن تو خوب بسته دیگه، معلومه چیه. این خودی شک داره دیگه. من وایبر قطع ایران قطع کرده؟ نه دیگه آلمان قطع کرده دیگه. آره اینا مشکل دارن فیلترش کردن. آقا آلمان قطع میکنه. آقا بسم الله الرحمن الرحیم، اگه خدا بخواد این یکی. چی یکی؟ یعنی وایبر از نظر اسلام مشکل نداره ولی الان واسه ما ممنوعه. حاج آقا این یکی. وایبر و واتساپ همانو، به فنا رفتن صورت حاجی با عینک دودی هم همان. این سینماست. چه فیلمیه؟ اونجا سینماه؟ آره. به میاد. چه خوشتی شدی؟ اینه ببین، مؤمن باید خوشتیپ و خوشبو و خوش لباس باشه و جذاب. فقط تو اروپا؟ نه تو همه جا. خب پس این 2 چی 2 تموم شد. این طلبه سیریش هم ولکن حاجی نیست و مدام تناقض‌های ولایی رو میذاره رو شکمبه اوستاش. شما همینجا منتظر باشید تا من یک نکته را به طور خصوصی به کارگردان این اثر آلفرد هیچکاک نظام گوشزد کنم. آخه اوش کول، من جلو بیننده ها هیچی بهت نمیگم، ولی تو شعورت نمیرسه که با این بگو مگوهایی که تو فیلم گنجوندی به جای فیلم داری عبای پاره پاره عظما رو به ملت نشون میدی. حاج آقا جانم پژمان. میگم ایراد نداره این همه خانم اومدن توی استودیو؟ نمیشنون. میگم از نظر اسلام حضور خانوما توی استودیو ایراد نداره؟ الان چی میگی؟ یعنی الان نمیشنوی من چی میگم؟ نه نمیشنون. بله بایدم نشنوی. در ادامه آخوند ولایی دامان نظام را ول می کند و از در و دیوار بلاد کفر فیلم برداری می کند.
حاجی شما اینجا چی کار میکنی؟ محسن کو؟ من هتل حالش خوب نبود. بی خبر بود چیم رفتی ما رو نگران کردی، حداقل تو خبری دادم. ببین چی کار دارم به این زن اومد، ببین چه قشنگ دارم بی‌نوازه نگاه. خوب بی‌نوازه؟ حظ میکنه بعد بی‌نوازه نگاه کن. حاجی میدونی که نشون دادن همین آلت موسیقی تو تلویزیون ایران حرامه. مگه من وکیل هستی تلویزیون ایرانم؟ باشه چند تا شد دیگه. هر چند تا میشه. گود. خیلی متشکرم. دست شما درد نکنه. خلاصه اینکه دشمنان نظام کار خودشان را می کنند و عمامه سفیران عظما را برباد می دهند. کجای حاج قاسم که هرچی رشته بودی پنبه شد. قرار بود اینا برن عراق و سوریه، اما سر از آلمان در آوردن. آجا قبول دارین شما خودتون از ایران گذاشتین بیرون یه مقدار فرق کردین؟ ببخشید جسارت از اون. در پایان کارگردان با پای چپ وارد حیطه منویات عظما می شود و با یک سکانس پلاستیکی ارزش‌های مقوایی عظما را سوراخ می کند. آخوندی که اولش طلبه ها را به حجره و حوزه تشویق می کرد، بعد از بازگشت از فرنگ پاک اینترنتی می شود و به این ترتیب کارگردان با ظرافت اشاره می کند که در جنگ نرم پوز عظما به خاک مالیده شده. شیخ مجید تشریف بیارین. سلام کجا؟ علیکم السلام. اینترنت چی شد، پیگیری یا نه؟ بله آقا پیگیرم گفتن که از 128 کیلو داره تا 10 مگ تا برو بالا. حالا هر کدوم شما دستور میدیم ما همون. شما التفات بفرمایید یک سرعت مناسب و خوب بگیریم. جدا آقا؟ بله بگیریم. آقا دست شما درد نکنه، بچه‌ها خیلی خوشحال میشن آقا. بارکالله. بسم الله. آقا راستی این جلد کتابتون که گفتین فقط این که آقا اون متن اصلاح شدهش رو کی به ما میرسونید که ما کارش انجام؟ من تا 3 روز دیگه فایل وردش رو تقدیم میکنم. دست شما درد. اینم خدمت شما باشه. دست شما درد نکنه. اینترنت رو پیگیر باشه، اهمال نکنی یا. چشم آقا. در پایان لازم است به کارگردان این فیلم دوزاری خاطر نشان کنیم که این چیزا برای عظما تنبان نمی شود. نام نظام در لیست سیاه FATF رفته و از این استیکس هم خبری نیست.